چند مدت پیش در موسم طاعت و بندگی به نام ماه مبارک رمضان قرار داشتیم و بعد از آن 6 روز شوال را دریافتیم که با روزه گرفتن 6 روز شوال امید می رود که ما 1 سال را کامل روزه گرفته باشیم. و بعد از 6 روز شوال الان ما به استقبال ماه مبارک ذوالحجه می رویم. فقط فکر می کنم 1 روز یا 2 روز دیگر به ماه ذوالحجه مانده است، ماهی که مردم در آن میگویند لبیک اللهم لبیک، ماهی که مردم در آن میروند به منا و به عرفات میروند و به مزدلفه. در واقع ما 1 رمضان دیگری را در پیش رو داریم و این لطف پروردگار است. دهه اول ذوالحجه رمضان دیگر است. ما در یک روایتی از ابن عباس داریم و این روایت چنان معتبر است که من اطمینان دارم که امروز چون آخرین جمعه است قبل از ماه ذوالحجه من اطمینان دارم که در سر تا سر جهان در کشورهای اسلامی خطبا این حدیث را امروز سر منبر برای مردم میخوانند و شاید این حدیث را شما بار بار شنیده باشین، اما امروز 1 بار دیگر با قلبتان بشنوین که پیامبر چی میگوید. میفرمایند در روایت ابن عباس است که میفرمایند رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الى الله من هذه الایام، هیچ روزی از روزها نیست که آنقدر عمل صالح در آن محبوب تر باشد برای الله سبحانه و تعالی از این روزهای دهه اول ذوالحجه. سبحان الله، هیچ روزی از روزهای جهان، هیچ روزی از روزهای که ما و شما در پیش رو داریم و گذراندیم آنقدر عمل صالح محبوبتر و دوستدارتر نزد الله سبحانه و تعالی نیست مانند این روزها، این روزهایی که من و شما به استقبالش می رویم. صحابه عرض کردن یا رسول الله ولا الجهاد فی سبیل الله، آیا از جهاد فی سبیل الله هم فضیلت اعمال در دهه ذوالحجه فضیلتش بیشتر است یا رسول الله؟ از جهاد فی سبیل الله هم بیشتر است؟ ان حضرت صلی الله علیه و سلم در جواب فرمودن ولا الجهاد فی سبیل الله، ولا الجهاد فی سبیل الله، نه جهاد فی سبیل الله هم به اعمالی که آنقدر ثواب داره در دهه اول ذوالحجه به آن نمیرسد، جهاد فی سبیل الله هم نمیرسد به آن. سبحان الله. فقط 1 صورت را استثناء می کند الا رجل خرج بنفسه و ماله فلم يرجع من ذلك بشيء، مگر کسی که با جان و مالش برآید اما نه جانش برگردد و نه مالش برگردد، هر دو را تقدیم بکند برای رب العالمین، طبعا این ثوابش بیشتر است. در غیر آن صورت از جهاد فی سبیل الله اعمال صالح در این 10 روزی که الان من و شما به استقبالش می رویم ثوابش بیشتر است و نزد الله سبحانه و تعالی محبوب تر است. چه فضیلت بزرگ فرمود ان حضرت صلی الله علیه و سلم از جهاد فی سبیل الله هم اعمال نیک در این ذوالحجه، در اول ذوالحجه فضیلتش بیشتر است. سبحان الله. شما تسبیح میگویین از جهاد فی سبیل الله، این تسبیح ثوابش بیشتر است. شما لا اله الا الله میگویین، شما 2 رکعت نماز میخوانین، شما صدقاتی را به جای میآورین، کارهای خیر را انجام میدهین، به تکبیر اولا خود را میرسانین، صله رحمی را به جای میآورین، بر الوالدین را به جای میآورین، تا نماز اشراق میشینین. همه اینها از جهاد فی سبیل الله هم آنچه که محمد رسول الله گفته است فضیلتش بیشتر است. عزیزان، شبهایی را در پیش روی داریم که الله سبحانه و تعالی بر آن قسم یاد کرده است والفجر وليال عشر، قسم به سفید دم و 10 روز ذوالحجه. والله الله عظیم است، الله بزرگ است و جز بر چیز بزرگ و عظیم قسم یاد نمی کند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند ان افضل الایام عند الله یوم النحر و ثم یوم القر، بهترین روز از روزهای الله سبحانه و تعالی و در نزد الله سبحانه و تعالی بهترین روز از روزها روز عید قربان است و 1 روز بعد از آن که روز مناست.
این از بهترین روزهاست که در این حدیث به آن اشاره شده است. و از جمله فضائل 10 ذوالحجه این است که در این روزها یک روز بسیار بزرگی وجود دارد. اگر ما بگویم که این سرآمد تمام روزهای جهان است، روز عرفه. و فرمودن در صحیح مسلم روایت داریم که صیام یوم عرفه، فقط یک روز، روز عرفه، صیام یوم عرفه، روز عرفات، احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. ما امیدوار هستم از الله سبحانه و تعالی که کفاره گناهان یک سال گذشته و یک سال آینده شود و هیچ روز را الله سبحانه و تعالی انقدر از بندگانش را آزاد نکرده است از جهنم که در روز عرفات آزاد می کند. و رسول خدا فرمودن خیر الدعاء یوم عرفه، بهترین دعای روز عرفات است، بهترین دعای روز عرفه است. و فرمودن بهترین چیزی که من و انبیای قبل از من در این روز گفتند این است که لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. ما در روایت مسلم داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا رأیتم هلال ذی الحجه، وقتی که شما ماه ذی الحجه را دیدین و اراد احدکم ان یضحی، و یکی از شما اراده دارد که قربانی بکند، اراده قربانی را دارید، فرمودن فلیمسک من شعره و اظفاره، پس از موهایش و از ناخنهایش نگیرد چیزی را، از موهای و ناخنهایش را چیزی نگیرد. و در روایت دیگه آمده است که حتی یضحی، تا زمانی که قربانی میکند این را نگیرد. البته و همچنان در این روزها مستحب است کثرت ذکر و این سنت است، چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم در روایت احمد میفرمایند فاکثروا فیهن من التحلیل والتکبیر والتحمید، شما زیاد بگویید لا اله الا الله را، الله اکبر را، سبحان الحمدلله را زیاد بگویید. پیامبر فرمودن در این روزها به کثرت ذکر کنین. اگر در این روزها شما اگر یک برنامه داشته باشین که قرآن را در این 10 روز ختم بکنین چه خوب خواهد بود. روزانه اگر شما برنامه داشته باشین فقط 3 جز قرآن را بخوانین، در پایان ذوالحجه شما قرآن را ختم میکنین. روزه این 10 را فراموش نکنین و ذکر به کثرت انجام بگیرد. دوم اینکه عزیزان دعا به کثرت، نیایش به کثرت شود.